چون سال اولتونه و پایه تحصیلیتونه، خیلی سال مهمیه، پس حواستون رو به من جمع کنید. ببینید امسال خیلی سال مهمیه، اولین امتحان نهاییتونه. خوب درس بخونید که خیلی مهمه. این 3 سال خیلی مهمه. انتخاب رشته دارید دیگه، باید بازیگوشی و شیطنت رو بذارید کنار، دیگه بزرگ شدید دیگه. امسال میدونید که خیلی مهمه. آی سخته و نمیتونم و نمیخورم نداریم. کنکور دارید، باید این 3 سالو مثل سگ درس بخونید. آیندهتون دانشگاه خیلی مهمه، آینده و شغلتون به همین بستگی داره. اینا چیه؟ نمره کلاس 6م، رتبه کنکورت، مدرک لیسانس، اینا اصلا واسه من مهم نی. من خودم دیپلم ردیم. کار چی بلدی؟ بگو الان استخدامت کنم. من میتونم کوسینوس مادرتون رو حساب کنم.